تره یا تربیت خانوادگی. شیخ بهایی میگفت اصالت مهمتره، شاه عباس میگفت تربیت خانوادگی مهمه. یه چند روزی گذشت، شام دعوت گرفت و شیخ بهایی خدمت شاه عباس اومد. موقع صرف شام شاه عباس 2 تا بشکن زد و 4 تا گربه شم به دست اومدن. زد پشت شونه شیخ بهایی، گفت نگاه کن، تربیت یعنی این تربیت که شم گرفتن و اومدن، این تربیته. گفت جناب مطمئنی که هر شب اینا کارشون اینجوری میتونه باشه؟ یعنی من اگه فردا شبم بیام همین داستانه؟ گفت تو 100 شبم بیای اینا شم به دست میان. گفت باش. فردا شب اومد و موقع صرف شام 2 تا بشکن زد، گربه ها اومدن. اینم یه کیسه باهاش بود، کیسه رو باز کرد، 4 تا موش رو ول کرد. گربه ها شم و رها کردن، رفتن سراغ موش. زد به پشت شونه شاه عباس، گفت نگاه کن، ذات اینا، اصالت اینا موشگیریه. درسته که تونستی تربیتش بکنی، ولی برمیگردن به اصالتشون. این اصالت خیلی مهمتره. میگه نه شیر شتر ماس میشه، نه چوب کج صاف میشه و نه ذات خراب درست میشه. آنکه یک بار از مرامش نیش خوردی را نبخش. پوسندازی چه تغییری در اصالت مهمتره